سلام دوستان، در این ویدیو براتون آموزش میدم که چگونه از نسخه لایف تیک تاک استفاده بکنین و نسخه لایف تیک تاک را از کجا دانلود بکنین. همونطور که میبینید من اینجا 3 تا تیک تاک دارم. این نسخه لایف تیک تاک هستن و این 2 تا نسخه اصلی تیک تاک هستن. دوستان یک نکته رو به شما ذکر بکنم، این که کوشش بکنین ویدیوهایتون از نسخه لایف آپلود نکنین، بلکه از نسخه اصلی تیک تاک آپلود بکنین تا بیشتر به فری بره ویدیوهایتون. یک دوست عزیز ما کامنت کرده و گفته که سلام لالا، هر مشکل رو حل کردی، اما من مشکل لایف تیک تاک دارم. گوشی هم شیائومی است، 3000 فالوور هم دارم، اما گزینه لایف رو نداره تیک تاکم. همین مشکل من را حل کن، تشکر. تیک تاکم هم پروفشنال است. دوستان عزیز، حتما در این ویدیو براتون به طور بسیار واضح و شفاف آموزش میدم که چگونه نسخه لایف را ازشان استفاده بکنیم و از کجا دانلود بکنیم. خب دوستان، در این قسمت میریم همین نسخه لایف را باز میکنیم تا خودتان کامل مشاهده بکنین و خیالتان راحت شود که نسخه لایف ما فعال هستن یا خیر. دوستان در این قسمت همونطور که میبینین این شخص برای فعلا لایف هست و روی پروفایلش لایف نوشته هست و در قسمت بالا هم اگر ببینین گزینه لایف فعال هست. و دوستان البته نگفته نمانه که همین دوست ما کامنت گذاشته بود که 3000 فالوور هم داره. با 3000 فالوور شما نمیتونین خودتون لایف برین، مگر اینکه بعضی دوستان تان در لایف باشه و شما را دعوت بکنند. در اون صورت شما میتونین که لایف برین و میتونین که لایف دیگران را کامل تماشا بکنین. و دوستان حالی ما از این قسمت کلیک میکنیم روی لایف و بریم ویدیوهای بقیه را ببینیم که ویدیوهای بقیه ما دیدن میتونیم یا نه. دوستان که میبینیم این لایف آمده، این دوستای ما همتون هست یا هر کسی هست و اینا حتی گروهی هم میتونید شما لایف بیاین، تکی هم میتونید لایف بیاین و میتونید مچ بگذارین. و این که گزینه لایف از 0 تا 100 کامل فعال هست و شما میتونید از این به طور کامل استفاده بکنیم. و از این قسمت دوستان بریم ببینیم که خود ما هم میتونیم لایف بریم یا خیر. روی گزینه مثبت در قسمت پایین کلیک میکنیم و دوستان در قسمت همونطور که مشاهده میکنین گزینه لایف فعال است. روی لایف کلیک بکنین و اینجا وقتی که روی گو لایف کلیک بکنین شما میتونین که لایف بریم با دوستانتون یا تکی یا هر رقم که دوست داشتین. و در قسمت بالا حتی شما میتونین که یک تایتل یا یک موضوع برای لایفتان انتخاب بکنین. خب دوستان همونطور که دیدین این هیچ مشکلی نداره و حالی براتون نشان میدم که از کجا شما برین و این نسخه لایف را دانلود بکنین که هیچ مشکلی نداره و نسخه کاملا جدید و مود شده هستن. دوستان خب حالی میریم از این قسمت بیرون میشیم و روی تلگرام داخل میشیم. این چینل تلگرام ما است دوستان و در پست آخری همه لحظه براتون این را پست میگذارم. شما میتونین از این قسمت برین و دانلود بکنین و من لینک تلگرام خود در قسمت دیسکریپشن گذاشتم، مستقیما میتونین برین و از اونجا این را دانلود بکنین. و یادتون نره که حتما ویدیو لایک و کانال را سابسکرایب نمایید. دوستا هر سوالی که داشتین میتونین در قسمت کامنت بپرسین، در هر موضوعی که باشه ما براتون ویدیو میسازم. معمولا هم که این دوست ما کامنت گذاشته بود و حالی ما برایشان ویدیو ساختم. دمشون گرم که کامنت گذاشته و حمایت کرده. هر کسی که هر مشکلی داشت میتونه در قسمت کامنت بپرسه و ما برایشان حتما ویدیو میسازم. تا ویدیو بعدی، خداوند یار و مددگارتان.